چشم‌ها رو ببندید، میریم برای شب معارفه. تیم مافیایی بیدار شن. با اعلام من 3 2 1 روز می شود. سلام و طول عرض ادب. شماره 9 بازی. امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. ناموسن هم اطلاق نکنید. دست قبل مافیا بودم، با اطلاقم شهر نبرد. این دستم نمیبره اگه مافیا باد. میذارم به شماره 8 بازی. 1 بازی و روی خودم 4 بازی. بچرخ. آره بخند. شماره 7 بازی کردیم دست قبل با هم، یه لک بده. بازی کردیم انگار. بازی کردم باهات امروز، نمیدونم دیگه کی. نفر بعد. سلام به همه، روزتون بخیر. امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. دوستان از همگی عذر میخوام، من میخواستم این دیسلایک نشون بدم، دستم خود روی چالش، وگرنه حرف مهمی نداشتم که بخوام نفر اول بخوام اینجا براتون سخنرانی کنم. پس حالا دیگه تارگتمو میزنم به شماره 1 بازی، 2 بازی و 8 بازی. ممنون. شکرم. نفر بعد. سلام دوستان، 10 بازیتونم. خوشحال هفته بازی صدا نده دوستان. برای اونه که صدامو دارن حرفامو میزنم. خب اوکی. تارگت میزنم به قبل خودم 9 بازی، یه دونه میزنم به 3 بازی. تارگتات هم به نظرم خیلی قشنگی نبود، حالا در موردشون صحبت کن. 9 بازی، 3 بازی روبروی خودم، 5 بازی. شماره 8 بازی لطفاً چالشتون برا من باشه. مرسی. بچم. شکرم. نفر بعد. 3 بازی تبر بازی که اینجوری چالش داره تارگت میزنه، تبر بازیه. من اینا مافیا باشه اینجوری تارگت نمیزنه. 9 بازی یه سوتی دادی، نمیدونم سوتی گفتی دست پیش مافیا بودیم، اطلاق کردم بردیم، این دستم میبریم. این سوتی رو من گرفتم ازت. حالا 9 بازی واسم مشکوک تارگتش میکنم، 8 بازی واسم مشکوک تارگتش. نفر بعد. سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که بازی خوبی داشته باشیم. 9 بازی و 8 بازی هم میزنم، 5 بازی شما هم میزنم. حالا 9 8 اینجای بازی دوست دارم یکی رو سفید کنم، دوست دارم 10 بازی رو سفید کنم. همینجوری حال میکنم. از این فکتم واسش دارم ببین 9 به من زد، 3 هم به من زد، پشت بندش 10 بلند شد. اگر مافیا بود راحت میتونست منو ایزی تارگت کنه، بشم نفر سوم تارگت، ولی از رو من رفت به کسی دیگه تارگت زد. این 10 رو برای من سفید میکنه. با فکت فعلا سفیدش دارم، مگه اینکه چیزی ازش بگیرم. شکرم. نفر بعد. شماره 7 بازی اگه 10 بازی به من چالش میداد، تو اصلا من و 9 عمرن نمیتونستی بکنی توی یه سایت. تو من و 9 رو تارگت کردی، 10 من و 9 رو تارگت کرد. چه خبرتونه؟ چجوریه که من و 9 رو توی یه سایت میبینی؟ 9 بازی بودنش میگه دیروز بازی من مافیا بودم، همه اطلاق کردم ولی نتونستم ببرن. این دفعه هم اگه اطلاق کنید نفر بعد. خب سلام دوستان، شماره 2. راست میگه، اطلاق کنید نمیذارم ببرید. خب نایی که نمیدونم با من باز کردن اصلا بودیم، کسی اطلاق کنه میدینم تو بازی. 2 تا مافیا هم بدم بیرون، یه نفر پاش اطلاق کنه میدینم تو بازی. 3 بازی 7 بازی از کجا میدید؟ 3 بازی تبره. منم میدونم تبره، باش بازی کردم، واقعا اسکل تبره. خدا کنه مافیا باشم به عنوان مافیا بدیمش بیرون. 3 بازی رو میزنم، یه دم میزنم به 6 بازی و 8 بازی. نفر بعد. من این دست اتفاقا شهروندم. شماره 8 بازی 7 اینا رو گفت که تو گفتی، پس تو میشی 1000 مافیا. شما نه دیگه، شماره 8 دیسلایک نده، تو میشی مافیا. شماره 1 هم میشه یاره. چطوره؟ ها
اگه بس اطلاق باشه اول نفر اطلاق میکنم، ولی ذهن زیبا است. من دست قبل مافیا بودیم، ذهن زیبا کشیدیم بردیم. به خاطر اون دارم میگم. قربونت برم. نفر بعد. عجبا. شماره ده تارگت هم از نظر تو قشنگ نبود. خب شما تارگت قشنگ دادن رو به من یاد بده. شماره 1 2 نفر به تارگت زدن، 10 چون نزده حد میشه سفیده. عزیزم شاید آگاه بازیه، نقشه تو میدونه که سفیدی. ما از کجا بدونیم که شما سفیدی؟ نباید به شما تارگت بزنیم اینقدر دردت میاد. شماره 8 پا میشی میگی که ما دوتا رو میذاری توی یه سایت و تارگت میزنی. چقدر دردت میگیره تارگت خوردن. شمایی که تبر نیستید به ما یاد بدید. شماره 2 بازی من تو شماره 1 2 و 8 هستم همچنان. نفر بعد. شما امیدوارم بازی لذت بخش و قشنگی داشته باشیم. خب بچه‌ها من یه تارگت سفت و سخت دارم رو شماره 1 بازی. شما رو چه حساب پا میشی شما رو در واقع سفید می‌کنی؟ اول بازی پا میشی سفیدش می‌کنی. فکت چیه؟ فکت اینه اگه این مافیا بازی پا میشد من ایزی تارگت می‌کرد. از کجا من تو مافیا بازی نباشی؟ این فکت برای تو فکته، برای من فکت نیست. 1 شماره 8 و نفر بعد. وقت بخیر دوستان. بفهم شماره 1 برای من میخونی مافیا به فکتی که گفتی 10 بازی سفیده، برای من 10 بازی سفیده. 7 تا 8 بازی شما دوتا سایدتون یکی، هر کدومتون مافیا باشه اون یکی هم مافیای بازیه. شماره 9 بازی برایندت با من یکیه، ولی از کنار نقش درچی میری جای شات مافیا، فردا مافیا شات نمیکنه. اینو گفتم که بعدا نگی هر کی اطلاق کرد اجماع میشه میره بیرون، مافیا شات نمیکنه. من رأی میدم به 7 و 8 1 بازی 3 تا رأی میدم. نفر بعد. این شماره 1 بازی تو این بازی سفید کردن نداره. من نمی‌کنم همه دارم میریزن. یکی تو این بازی مافیاست. باید سیاه کنی تا بمونید بازی. 3 بازی یادت پدرخوانده رو گرفته بودیم 2 تا دست قبلی. تو اومدی سفیدش کردی ریدی تو بازی، آخرش هم بردش پدرخوانده. دیسلایک نشون نده. سفید کردن اینطوری میره. نفر بعد. سلام دوستان، امیدوارم بازی خوبی باشه. امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. تارگت ها میزنم شماره 10 شماره 4 بازی شماره 7 شماره 10 خیلی بهت مشکوکم، نمیدونم چرا. من مافیا گیریم خوبه بچه ها، شاد نشم شب مافیا گیریم فوق‌العاده است، جدی میگم اینو. فقط گوش میدم، حرفا رو رأی میدم، زیاد صحبتم نمی کنم کلا. شکرم. نفر بعد. بیشه عزیز یه فکت آوردم 10 رو برای خودم فعلا گفتم تا چیزی بگیرم سفید کردم. خود تو باش بازی نکن، تو سیاهشون. مگه گفتم سفید شهر باشه؟ واسه خودم یه سفید در آوردم، دوست دارم اینجوری بازی کنم. تو چرا اذیت میشی من سفید دارم؟ 3 عزیز من اگر تارگت شما دردم میگرفت بکت میکردم، ولی من به کی زدم؟ به 8 و 9 و 5 زدم. متشکرم. نفر بعد. شماره 10 بازی پیش تو برای تو سفیده، تو نباید بیای تو ترنت راجبش صحبت کنی. این اشتباه توه. خب این اشتباه توه. فکتی که میارم غلطه. وقتی میگی برای من سفیده، حرفی که شما میزنی میشه دیتای بازی وارد بازی میشه. خب پس حرف شما غلطه. اگه واسه شما سفیده پس باید پیش تو دلت برای شما سفید بشه، نباید اینجا بگی. شماره 1 تارگت سفت و سخت منه. من میگم شماره 10 سایدش یکی نیست با شماره 1. بنابراین شماره 8 هم تارگت میکنم. فعلا رو همین دوتا هستم. به شماره 4 چالش میدم. نفر بعد. من امروز با هیچ کار ندارم. من پاپ سایدم با 5 در میاد. 5 که بلند میشه که 10 که 1 سفید کرده رو با من میزنی. 5 بازی تو قطعی مافیایی. امروز من میرم بیرون، فردا تو برو. من 1000 شهر بازیم. 5 بازی قطعی مافیا، بین 7 و 8 یه دونه مافیا، 1 بازی هم یه دونه مافیا. امروز رأی میدید منو 5 میام بالا، بازی شهر دارم. نفر بعد. از کجا معلوم اون 2 نفری که میاد بالا یکی شهردار نباشه بدبخت بشه مافیا یکی از شهرها رو بیرون کنه؟ به نظر من امروز یک مشکوک بازی بیاد بالا، مشکوک ترین بازی بیاد بالا، بهش رأی نمیدیم، جانانه از خودش دفاع کنه واسه خود ما رو سفید کنه.
نظرتون یه نفر، ببین اگه یه نفر اومد بالا نفر دومو نیارید بالا، اصلا هر کی واسه خودش رأی بده. یه نفر اومد بالا نفر دومو این نوحه چرا اینجوری مریضی؟ آقا نوحه بدید بالا بذار خیالش راحت بشه. 9 تک رأی من میاد بالا. تارگت های بعدیم هم نمیگم، سیو دکترم نمیخوام. نفر بعد شماره 4. تو میگی که تو منو در رو گذاشتی توی سر، چه ربطی داره؟ شاید دوتا مافیا باشین اومده باشین ما رو بسکل کنی. این حرفا نیست اصلا. بعدن چرا میگی من برم بیرون؟ میگی من میرم بیرون ساید 5 روشن شه، بعدن میگی شهردار بیاد. من تو رو گردن میگیرم. تو اگه مافیا نباشی من پاک. نفر بعد. بچه من فقط خودم به خودم تارگت نزدم، من 9 نفر به هم تارگت زدم. من اینجا چیه بازی میشه؟ بازی برمیگرده میگه 1 و 10 سایدشون یکی نیست، بنابراین 8 مافیاست. این چه فکتیه؟ چجوری بنابراین 8 مافیا میشه؟ اوکی ببین 1 و 10 که بینشون قطعی مافیا در میاد. خب شیشه بازی هم اینجا نمیدونم بنابراین 8 مافیاست یعنی چی؟ من اینجا از 9 نفر تارگت خوردم، یه نفر بالا شد این فکت شهروندی منو بیاره. آره دیگه تارگت خودم 9 زد 10 زد همه زدم، فکر کنم 5 بازی فقط نزد. نمیشه اینجا دیگه، من قطعی میشم اینجا. بازی عزیزم داری میگی 10 به شماره 1 تارگت نزد، حتما میدونست شما سفیدی. فکر کردی من اگه مافیا باشم به بقیه یارام میزنم، بازم به سفید بازی میزنم دیگه، درسته؟ پس یک تارگت کش منظورش بود. شیشه بازی سوار مور بند 2-4 میزنی. متشکرم. میریم برای رأی گیری. سه، دو، یک، شب می شود. دکتر شهروندها بیدار شه، 1 نفر رو نجات بده. متشکرم. با اعلام من 3، 2، 1 روز. همزه خودش تو مزن تا مافیا چرا اونا شد.
خیلی خوشحالم که هنوز تو بازی هستم. خب تارگت هم میزنم. 3 بازی تو رو به قطع مافیا دارم. 3 بازی 8 بازی تو جای تارگت کش شدی. 8 بازی اگه تارگت کش شده بودی الان باید تو دفاعیه بودی. 8 بازی رو میزنم دوستان. یه دونه میزنم به شماره 10 دیسکانک شد. پس فعلا 8 رو نفر بعد 3 باشکار. شما دو خواستم بگم مافیایی ولی مافیای تبری نیستی که بیای 5 بزنی. ای خدا این مافیا چقدر دیگه تپانه. 8 بازی امروز با میری بیرون، با پای خودت میری، یارات هم بهت رأی ندادن، تو میری بیرون فردا به حساب دفتری. آقا یکم باش بیاریم بالا. چطوره 1 و 8 با هم دیگه بیاریمشون بالا. امروز میری بیرون شماره 8 ولد. نفر بعد شماره 10 بازی به من توضیح میدی که من اگه مافیا باشم یارم هم شماره 1 باشه که باید بهش بزنم. مثلا من نگفتم یارته، گفتم شما آگاه بازی نقشه اونو میدونی، دیدی چند نفر بهش تارگت دادن دیگه گفتی من تارگت نزنم به. شماره 7 بازی کارت هم میندازم وسط بازی، امروز باید سایت میبندم، به گردن بنده از بازی خروج پیدا میکنی شما. دیگه دیسلایک نداریم اینجا. امروز تکرار فقط 7 میاد بالا، کسی اضافه وارد رای گیری نشه لطفا. متشکرم. نفر بعد 9 بازی اتفاقا 3 نفر به من رای دادن دیگه. تو این 3 نفر قطعا میتونه 2 تاش مافیا باشه دیگه. نمیشه که من 9 تا تارگت میخورم و کلا 3 تا رای میارم. ببین یا مافیا خیلی قویه یا شهر خیلی تپانه. خب شماره 9 یه فکت واسه من داری که من مافیام. از روز ترم اول برشی میگه هی هشت هی هشت. چی شد که 8 سیاه؟ نفر بعد 8 بازی مافیا دنبال فکته. به 1 میدم چون تارگت. 5 بازی تبر بازی بلند شد لحظه آخر رید تو همه چی. مافیا هم شب زدش که من بشم مافیای بازی بگم 5 بازی. 1 بازی قطعی مافیای بازیه. 2 بازی که 7 تا گردن گرفته. 7 بازی مافیا باشی 8 بازی تو هم قطعی مافیه. گفتم 7 و 8 همون سایدی که همون چیزی که هفته گفت 8 بلند شدی راجع به 9 گفتی، یعنی هیچی نداشتی. 7 تا 8 1 بازی 3 تا مافیاتونن. میخوای بدید بیرون میخوای ندید بیرون. نفر بعد 8 بار گلم قفلی زدی رو چند تا تارگتی که خوردی. هی میگی من تارگت کش شدم 3 تا هم رأی آوردی. من که 4 تا رأی آوردم. یه تک رأی میخواستم بیام تو دفاع. الانم از دفاع اومدن نمیترسم، ولی من بیشتر از تو تارگت خوردم. اینو فکت خودم نمیکنم که تو اون 7 تا تارگت رو کردی تماخ کردی میزنی تو سر ما. آقا 3 رفت 3 داره گردن میگی. شکرم. نفر بعد بیاد بالا چون شماره 1 از نظر من 100 مافیای بازیه. چون شماره 1 بیاد بالا شبم که یکی شات میشه، خب یه مافیا بیرون باشه یه شهروند بیرون باشه، ولی اینجوری نشد. ما اصلا زورمون نرسید شماره 1 رو بدیم بیرون. نمیدونم دلیلش چی بود. یه رأی میخواد شماره 1 بره بیرون ولی ما زورمون نرسید. بیاید امروز اجماع کنیم شماره 1 بره بیرون. شماره 3 که تبر بازی میگه 7 رو گردن میگیرم. 7 کجای بازی بوده اصلا؟ شماره 1 رو بیاین بدیم بیرون، سایدش قشنگ در میاد. ساید 10 همون موقع در میاد. خیلی قشنگ میشه بازی. کدومتون واجب ترید بهتون چیز بدم چالش بدم؟ شما 4 میدم. نفر بعد 6 همزنی بلند شدی هم زدی. 6 بازی یا تبری یا مافیایی. اگرم باشی پدرخوانده ای تو بلند میشی تونتون داری هم میزنی. 3 بازی گردن گرفت 7 بازی رو. 1 چی کار داری؟ 1 بازی اصلا مافیا الان داره شهری بازی میکنه. 7 و 8 7 و 1 کدومشون میاد بالا 7 خروج. نفر بعد 3 بازی منو گردن گرفتی چرا دیسکانکت میشی؟ کاراگاه بازی نیستی. کاراگاه بازی میدونه من کاراگاه بازی نیسته. میدونی چی میگم؟ کاراگاه بازی میدونه 3 کاراگاه نیست. بس رو من نریزید، اشتباه نکنید. 2 نفر 4 تا رأی آوردن، 2 نفر 3 تا رأی آوردن. کی میخواد شهر بیاره بالا؟ مافیا میخواد شهر بیاره بالا.
9 به 3 نفر تو این اجماعی که بود زیاد رای دادن، به 3 نفر داد، 6 هم به 3 نفر رای داد. من 6 و 100 گردن میگیرم. 9 رو بذاریم رو حساب پدرخواندگی. 6 و 100 گردن میگیرم اینجای بازی. متشکرم. نفر بعد. خب دوستان 6 بازی شما هم زدی، الان مافیا خیلی قشنگ داره رود میریزه. خب من شما رو میذارم شهر تبر بازی، ولی امروز 3 بازی گردن گرفته 7 بازی رو، یا 3 و 7 میان 7 خروج سایت در میاد، یا من و 8 میان بالا 8 خروج سایت من در میاد. فهمیدین چی نفر بعد. ببین شماره 10 بازی تو الان پا شدی منو گردن گرفتی دیگه، ولی اگه من برم بیرون شهر بخونه تو رو با تیپا میدم بیرون. فردا بازی نیای بگی نه من ناآگاه بودم فلانیو دادم بیرون. ببین اینجوری بازی نمیشه. اگه مافیا باشی داری یه شهر رو پوش میکنی نمیتونی فردا بگی من ناآگاه بودم. ببین من برم بیرون چه شهر بخونم چه مافیا باید 10 بدید بیرون. ببین من که قطعی شهر میخونم، ولی 10 نمیتونه بیاد بگه اینجا من ناآگاه بازی بودم. 10 بعد اینکه من رفتم بیرون شهر دیدید استعلام گرفتید دیدید شهرم 10 با تیپا میدید بیرون. نفر بعد. بازی تو روزی که این همه رای به تارگت میزنن نمیای بالا، یعنی مافیا فروختن تو رو، دست بالا واسط نمیارن. این فکت 8 بازی. 6 بازی که پا میشه کره گیری میکنه، تو لیست کره گیرا هست، پا میشه به 3 نفر تو اجماع رای میده، میشه ما. 3 بازی تو کارگاه بازی هستی، لایک نشون بده. نیستی، کارگاه بازی نیستی، بس الکی. نفر بعد. یه خواهشی از دکتر دارم، امشب اون سیو خوشگلش برای من باشه. میخوام یه راهنمایی برای حرفه‌ای کنم. گوش بده شماره 10. 7 تا 8 امروز میان بالا، 7 میره بیرون. من خودم هم سایدم با 8 شماره 10. گوش بده. شب حرفه‌ای در خونه شماره 4 بازی بشینه. 4 بازی 5 بازی رو میزنی، میگی نقشه مافیاس منو بده بیرون. یا کارگاه حداقل شب استعلام 4 رو بگیره. اینو دیگه این کارو میتونه بکنه دیگه کارگاه. امروز میری بیرون شماره 7. نوع بازی مافیاته، میدمت بیرون. وایسا 7 تا 8 با هم بیان توی دفاعی ها. نفر بعد. برای 8 بازی اینه که ما خواستیم بیاریم بالا، زورمون نرسید بیاریم بالا، پس ایشون مافیا بازی هن. من دقیقاً همین فکتو برای شماره 1 بازی آوردم، شدم همزن بازی. مرد حسابی حواست کجاست؟ به من میگی داری هم میزنی، داری رو شماره 1 هم میزنی، بعد خودت پا میشی رو شماره 8 هم میزنی، داری چرا داری میگی؟ این فکتی که تو برای شماره 8 آوردی دقیقاً من همینو برای شماره 1 آوردم، برای تو مشکوک شدم. شماره 7 1 بازی مافیا 100 بازی هن. نفر بعد. من گوش بدین 8 بازی میگه امروز من میرم بیرون، خونده شدم چه شرط بیاد 10 بازی میره بیرون. اوکی من دارم با شهر بازی کنم، یار خودم رو فروختم. منظورت اینه دیگه؟ یعنی من اگه مافیام خونده باشم 10 باید بره بیرون. من دوستان یار خودم رو دارم میوشم. 8 بازی امروز گردن من میره بیرون. فهمیدی؟ میره بیرون. تموم. چیز دیگه نمیگردی. دکترم سیبش واسه من امشب. به چرخه ذهن مافیا، به چرخه. برو پیدا کن کی رو بزنی دکتر. نفر بعد. اول فصل به جز من همه سیو دکتر رو خواست. 3 بازی گردنگیر نیست، میاد هفته گردن میگیره، کاراگاه نیست. سیو دکتر رو من میشه دوستان. 8 بازی امروز خروج بازی دوستان. 8 بازی امروز خروج بازی. فهمیدی 8 بازی؟ 3 یا تو پدرخوانده ای، خب یا شهر دیگه بغیر، یا پدرخوانده یا نفر بعد. حرفی که روز قبل 2 در مورد 3 زد حقیقت داره. الان دارم میفهمم که کلمه درستی رو براش استفاده کردی. پیش بازی مافیای 1000تم، اگر میخوای ساید بازی در میاد امروز رو من اجماع نکن، فردا منو بده بیرون. اوکی مافیایی هم که فردا منو بده بیرون، یه مافیای دیگه بده بیرون تا ساید بازی در بیاد. منو بدی بیرون ساید بازی در نمیاد. 8 بازی برو بیرون. 4 بازی هم فکتی که 9 گفت درسته. هیچ کس رو تو تارگتی نداشت، هیچ کس هم مثلا اون سناریو رو نگفت جز خودت. بنابراین تو هم میشی مافیای من.
9 و 10 و 2 بازی ستاشون سیو دکتر رو میخوان. این از این. بعد به من میگن تو اون نقشه نیستی. عجب از شما ستا آگاهای بازی. این از شما. اینی که من با ابیلیتی 7 گردن نگرفتم بر اساس فکت ها و حرفایی که زده و رأیایی که داده این چی کردم و هنوزم سر حرفم هستم. 8 یا 7 امروز. میریم سراغ رأی گیری. ببین من چه مافیاییم خب که تکرای واسه 6 میارم بالا و شماره 7 و 10 6 رو تارگت دارن، منم تارگت دارم. روز یک 6 اومد گفتش 8 مافیاه، گفت 1 و 10 نمیتونه ما چیز بینشون یه دونه مافیا در میاد، در مخرج مشترک شد شماره 8 بازی و من چه بازی با یه دونه رای میتونه بیاد بالا. من رای نکشیدم زیرش که 2 نفر بیان تو بایه. امروز من برم بیرون ساید من فقط و فقط با 10 رای در میاد. 9 بازی نمیچرخون، ساید من با 10 در میاد. چه کسانی به ایشون رأی میدن؟ کدوم انتخاب میکنید؟ سه، دو، یک، شب میشود. دکتر شهروندها بیدار شه، 1 نفر رو نجات بده. متوجه شدم. با اعلام من 3، 2، 1 روز می شود. کام حرفه‌ای شات درست داره. شماره 4 بازی مافیا بازی بود. پشمام ریخت. خب من چالش میدم شماره 10. آقا من هنوزم رو شماره 1 هستم، نمیدونم چرا. یا شماره 1 یا شماره 3 دیگه. 3 بچه دقت که رای تأخیری داد به شماره 8. من خیلی موضوع هستم ولی هنوز شماره 1 هستم. بچه بیشتر صحبت کنید، میخوام دیتای بیشتر بگیرم ازت. نفر بعد
دوستان شما دو متاسف شدم خیلی این که رفتی بیرون قشنگ بازی میکردی. شما بازی خوشحالم که رفتی بیرون. 8 بازی شما خوندی مافیا. دوستان میخوای من اشتباه کنیم برم بیرون یادم فروختم درسته؟ ببینید به نظر میاد پدرخوانده توه ولی بهتون قول میدم مافیا ضعیفه تو بازی. 3 رو بدیم بیرون. خدا نگهدار. شکرم. نفر بعد 8-10 بازی بر چه اساسی تو سیو دکتر رو خواسته بودی؟ اینجا واسم خیلی مشکوک میشه. بر چه اساسی سیو دکتر؟ شاید داری یارتو میفروشی، یار شو شده تو داری میفروشی. ما نمیتونیم به تو اعتماد کنیم. دوستان صحبت کنید، از صحبت‌ها یه چیزی در بیارین. 6 بازی اگه شهر باشی خیلی بد بازی کردیم. منم گرفتم روت. وای خیلی سخت شد. نامصب پدرخوانده هم از خیلی بد در میاد. حرفه‌ای دمش گرم. واقعا عالی زد، عالی شات کرد. 4 بازی هم خودش هم کرگی. من تو لیست کرگیرا داشتم. 10 بد میشه مافیا باشی، بد میشه. متشکرم. نفر بعد 9 بازی فکت 4 رو آورد، منم فکتش رو درست دیدم، به 4 تارگت زدم. پس 9 اینجا سفید بازی منه. 8 رفت بیرون خوند مافیا، الان 10 هم سفیده، 7 هم که ریخته روش سفیده. 6 بازی تو از رو 8 هم میزدی و به من میگفتی تو برو بیرون ساید بازی در بیاد. تو تنها کسی که همزن بازی بودی تو بودی. چی شد؟ من مافیامو بین 6 و 3 پیدا میکنم. نفر بعد من چه مافیاییم یارم و دادن لای در شماره 8 بازی خودم دارم میگم حرفه‌ای شب با 4 بازی بشین. فکت سولاخت شماره 7 بازی سیو میدونی برای چی خواستم؟ آخر بازی خودت نقشمو میبینی برای چی خواستم. درسته شماره 10 تو از جریانات دیشب خبر داری. یکم شماره 10 بازی خیلی ممنونم. ببین امروز 3 میره بیرون، یکی دیگه باید بدیم بیرون. 3 میره نبود، فردا 7 بازی میره. چطوره؟ 4 بازی مدام میگفت 7 و 8 با هم دیگه یارن. نه دیگه دیسلایک نده. متشکرم. نفر بعد رو بدم بیرون. خب تو پاشدی گفتی 8 رو بدیم بیرون. خب 8 مافیا بود. آقا مافیا بعدیت منم، مافیا دومت منم. الان گفتم مافیا دومم تویی. خب 8 رو دادیم بیرون مافیا بود. 4 هم که لئون زد، میگم لئون زده، حرفه‌ای زده. الان 1 بازی یا 3 بازی مافیای منن. یکی از این دوتا آقا مافیاست دیگه، تموم شده رفت. شکرم. نفر بعد خب ببین من دست قبل گفتم سیو دکتر برای من باشه که ذهن مافیا به چرخه ندونه کی رو سیو بده، چون 9 گفت 10 گفت 2 گفت. خب میمدم بین ما 3 نفر یکی رو میزدم. اما 7 بازی تو اومدی با آگاهی زیاد گفتی 3 بازی تو نمیتونی کارآگاه باشی چون استعلام من منفیه. کی مونده تو بازی؟ پدرخوانده بازی. خب اگه کد تو رو تنش کرده بود خب الان باید مشخص بشه. کارآگاه 2 بازی بود رفته بیرون. تو آگاهی داشتی که پدرخوانده استعلامت منفی میاد. به نظر من امروز 7 بازی بره بیرون نبود 3 دیگه بین 7 شکرم. نفر بعد یعنی یا دیوانه‌ای یا مافیایی. این طرز تفکر از من وقتی شهرم میدونم من چه روانپزشک باشم چه نمیدونم شهر ساده باشم، میگم استعلام منو نداری، نمیتونی داشته باشی. چرا خودتو زدی به نفهمی؟ من حتما باید پدرخوانده باشم؟ نه اینجای بازی نمیخوام. 3 بازی روز اول پا میشه 1 و 2 تارگت میکنه. میگم آقا تو تبری یا مافیا. متشکرم. نفر بعد فکت تا یه جایی درسته، از یه جایی به بعد مشکل داره. 7 بازی کسی بود که پشت بند 6 که قفلی زده بود رو من بلند شد گفت تو هم میزنی. چرا؟ چون تارگت ها رو 8 ما 8 رو میخوایم بریم. اصرار کرد برای بیرون دادن 8. میتونست این کارو نکنه، میتونست پشت بندش 6 بیاد بگه یک مشکوک بازی روز 1 10 سیو کرده. این فکت هم میتونه یعنی آنتی فکتی باشه که شما واسه 7 میاری. راستشو بخوای من همچنان بین 3 و 6 دارم میگیرم. فعلا ترجیح میدم 7 رو سفیدتر از این دوتا ببینم. نفر بعد یه دقیقه شهر گوش بده. یه سوپر فکت برای 7 بازی میارم الا برکت الا بره بیرونم. 4 بازی میگفت 7 و 8 بازی با هم دیگه سایدشون یکیه. بعد ریخ رو 5 بازی. بعد که دید 5 شهره دوباره گفت 7 و 8 بازی. این یعنی چی؟
یعنی هر دو یارشن. شماره 7 امروز فدای شهر شو. نقشت هم اونقدر مهم نیست. برو بیرون. برو. نفر بعد. دوستان منو امروز اجماع منو هم بیارید بالا، رأی خروجتون من باشم. من چون یه پدر خونده مونده دیگه، اگه برم بیرون بازه تموم میشه اگه مافیا باشم. پس جان سخت مهم نیست که بگی استعلام بگیره یا نگیره. من که برم بازه تموم نمیشه، ولی بعد من 7 تا بدید بیرون. من الان اگه بگم 7 تا بدید بیرون منو نگه دارید میگین حتما خودش مافیاست، ولی این که میگم اول منو بدید بیرون بازه تموم نمیشه. به سفیدی بنده 7 تا بعد از من خروج پیدا کنید. امروز رأیتون من باشه. میریم سراغ رأی گیری. کاملا دارید اشتباه بازی میکنید. من خودم الان اینجا ببین 3 و 10 اصرار داشتم منو بیارم بالا. ببین از کجا معلوم من نمیتونم به هیچ وجه مافیا باشم. 3 با میشه میگه من استعلام 7 رو دارم مثبته، من پا میشم میگم نمیتونی استعلام منو مثبت داشته باشی، من شهر بازیم. بعد پا میشه میگه بر اساس بر حرفهای 7 بازی من فکر کردم مافیاه. بس من چیز نیستم، کارگاه نیستم. 10 بازی پا میشه یارشو میده بیرون. 10 تو چرا نگفتی چرا سیو دکتر رو واسه چی میخوای؟ سیو دکتر رو واسه چی میخواستی؟ لطفا شهرها به من رأی ندن، اشتباه محض دارید میکنید. چه کسانی به ایشون رأی میدن؟ کدوم انتخاب میکنید؟ سه، دو، یک، شب می شود. با اعلام من 3، 2، 1 روز می شود.
آقا اون حرفه‌ایه رو به من یه لک بده ناموسن. اوکی شماره کاری با تو ندارم. بین 1 و 6 مافیا در میاد. بین 1 و 6 مافیا در میاد. بذار یکم فکر کنم. هفته بازی نقش مهمی هم نداشت. روان پزشک بود. 10 دکتر بود. سیو برای خودش خواست تا نه سیو برای خودش خواست تا مافیا نزنده. همین دیگه. یه چالش میگیرم از اون جلو. نفر بعد. شماره 6 با اون حرفایی که زده بودی من ازت حرفه‌ای گرفته بودم. من حرفه‌ای بیرون شما میخونی اینجا پدرخونده بازی. شماره 7 من هیچ موقعی نگفتم که استلام تو رو گرفتم. گفتم به ساید بنده کارتم رو میندازم وسط که شما مافیایی که اشتباه میکردم امروز میتونید من اجماع کنید، ولی باید امروز کسی رو اجماع ندید که شب شاد بشه. نفر بعد. عکس شماره 9 من گفتم 7 سفید فکتای سفید بودن 7 آوردم فقط پشت دستتون بازی کردم. 7 دکتر بازی بود 10 حرفه‌ای. واسه همینه که 7 دائم ازش میپرسید برای چی سیو دکتر میخواستی، برای چی سیو دکتر میخواستی. و تو هم انقدر گیجی که نمیدونی روانپزشک روز قبل یعنی تو استلام قبلی دیده بودیم که بیرونه. اون موقع 7 تو بازی بود 5 بازی روانپزشک بود. ببین اونجایی که 3 بلند میشه میگه منو قبل 7 بدید بیرون، یا مظلوم نمایی داره میکنه که ما ازش بکشیم کنار، یا واقعا شهره. من میگم شهره. واسه همین برام میمونه 6. متشکرم. نفر بعد. به شدت روی یک بازی هستم ولی فکت میارم برای مافیا بودن شماره 3. من گفتم از اول روی 1 و 3 هستم. فکت میارم برای شماره 3. شماره 3 میگه که ما الان کسی رو بیرون ندیم بذاریم شب شات کنم. میخوای کیو شات کنی؟ تو رو بیرون ندیم که شهروندا نبرن بعد توی که شات. شماره 9 گفتی حرفه‌ای بازی این لاک نشون داد. این حرفه‌ای که اصلا بیرونه که حرفه‌ای اصلا بیرونه این لاک نشون میده. اصلا نمیدونم داستان چیه. نفر بعد. اسکل نیستم که استلام حرفه‌ای بیرونه من اینجا برات لایک نشون بدم که من حرفه‌ای. چالش ندم شماره 1. اگه ما 1 نفر رو بدید بیرون اجماع کنیم رای گیری کنیم بدیم بیرون شبم شاد بشیم بازی رو میبازیم. پس باید امروز رای گیری نکنیم شب شاد بشیم. نه من با من دست ندید آقا. من اگه توی کیاس بودم با من دست ندید، با اون شهر قطعیتون دست بدید. امروز نباید رای گیری کنید. الان نگاه 4 نفر توی بازیم، یکی رو میدیم بیرون 3 نفر میمونه. شب هم بعد به کیاس نمیرسیم میریم داخل شب، بعد از دوباره یکی رو میکشه بازی رو میبازیم. به من دست ندید آقا، به من مشکوکی، ولی امروز رای گیری نفر بعد. تو رو میذارم شهروند. تو رو میذارم شهروند. 6 بازی مافیات 1. یه لک بده اگه 1. 1 بازی مافیات 6. 1 بازی مافیات 6 نیست 3 بازیه. 3000 شهر منه. چی میخوای؟ امشب اگه ندیم بیرون منو توی شب میزنن. من 1 بازی و مافیا دارم بیشتر. متشکرم. نفر بعد. شهر من خب فکت شهروندیشو بیار داداش برای منم شهر بشم برم رو شماره 1 دیگه. چرا داری اینجوری بازی میکنی؟ فکت شهروند الان هم ترن زدم چالش اتفاق میگفتی چرا شهروندش داری دیگه. من نمیدونم بچه من واقعا کسخل شدم تو این بازی. من واقعا تو این بازی کسخل شدم. مغزم دیگه نمیکشه. رو هر کی تارگت زدم آقا شب زدنش پشمام ریخته. شماره 1 چالش بهت میدم. شماره 3 نباشه شماره 1 آقا غیر این نداره دیگه. شماره 9 برای من شهره. نقشش هم داره وسط برای من راه میره. من میدونم نقشش چیه. نقشش چیه؟ 6 بازی. نقش 9 چیه؟ کاراگاه و حرفه‌ای که بیرون از سیو واسه چی میخواست؟ دکترم که نیست، جان سختم که نیست. واسه چی سیو میخواست؟ 6 بازی میای با هم آشتی کنیم 9 بدیم بیرون؟ فرداش با من دست نده. با سفید 9 دست بده که 3. بیا با هم آشتی کنیم 9 بدیم بیرون. نظر زایشی میشه خیلی زحمت. میریم سراغ رای گیری.
قربونت برم الان شهردارم بیرون نیست چون توی دفاعی است، توی بازی هم است. منم سیوم میخواستم حداقل کارمو انجام بدم، سیوم نداده به من. شیش بازی تو الان گفتی هر کیو زدم تارگت زدم شبش رفته بیرون. این یه فکت مافیایی. یک بازی چی میگه؟ میگه 9 بره بیرون مافیا اول، بعد میگه فردا به من دست ندی. یعنی اینکه خودش میدونه من مافیا نیستم. بعد شما به من رای میدین. یک بازی 1000 مافیا. وقتی شما نمیفهمین دیگه نمیدونم چی بگم. نذارین 4 و 8 بازی به ریشمون بخندن. من و شماره ده یه عالم 2 بازی هم به قرآن. یه عالم. نفر بعد. الان میگه شهردار بازی هم تو سیو دکتر خواستی. من فکر کردم تو جان سخت بازی سیو دکتر میخوای که شب تو رو بزنن مافیا ضایع بشه. من همچین فکری راجع به تو که من فکر کردم تو جان سخت بازی باشی. شماره گفتی آشتی کنیم 9 بدیم بیرون. من نمیدونم، من واقعا موندم چیکار کنم. الان شب یکشو میزنن آقا تو رو قرآن مجید مافیا شب منو بزنه. من نمیدونم به کی دست بدم. من الان واقعا موندم به کی دست بدم. تو رو قرآن اصلا منو بدید بیرون بره. منو بدید بیرون بره. به قرآن مغزم گوزیده. میریم به خواب نیمروزی. شهردار بازی بیدار شه. آیا شهردار میخواد رأی گیری رو ملغا کنه؟ آیا میخواد رأی خروج به یکی از این 2 نفر بده؟ قرعه مرگ. کدوم انتخاب میکنید؟ تو که اخوانده بازی شماره تو تا در خوانده بازی تو از اول ببین شماره 1 رای دادی به شماره 9، من رای دادم به شماره 6 چون شماره 9 اطلاق کرد. من به 6 اعتماد دارم که میخواد بیشتر از این ادامهش بدی. ما گوله اینو خوردیم که تو خیلی ساعت پشمام ریخته من تو این بازی. مردم بودید من گفتم واقعا فکت تو یه آن به ذهنم رسید و فکر کردم دارم رکب تو میخورم. داری صدامو میشنوی؟